سلام، من حسین یارحمدی هستم. اینجا هنوزم که هنوزه ابو کتابه. امروز با یک کتاب بامزه اینجا، نام عطر سنبل عطر کاج. این کتاب قصه واقعی نویسنده است که در روایت‌های کوتاه قصه زندگی خودش رو که از آبادان در ایران میرن به یک شهری در کالیفرنیا در کشور ایالات متحده آمریکا. روایت‌های کوتاه و مختصر مفیدی بخش و پارت وجود داره در این کتاب که لابلای این موضوع، حالا با چاشنی طنز، همه اینا با چاشنی طنز، خیلی از اتفاقات روایت میشه. ماجراهای قبل از انقلاب در ایران، آبادان که چه شهر آبادی بوده و چه ویژگی‌های خاصی داشته، سفر و مهاجرت بسیاری از ایرانیان بعد از انقلاب، خبرهایی که از ایران مخابره میشه به کشورهای دیگر الخصوص امریکا و چه حس و حالی یک فرد مهاجرت کرده از این اخبار داره، افزایش و کاهش نرخ دلار، ماجراهایی که جریانات اقتصادی رو ایجاد میکنه و اخباری که این وسط داره گفته و شنیده میشه، همین ها روایت میشه. بعد فرهنگ ایرانیه، اینکه اقوام مختلف این خانواده، پدر مادر نویسنده، عموش و حالا سایر اقوام میان و میرن تو اون بازه که اینا هستن، چه اتفاقاتی میفته، نوع نگاهشون به فرهنگ کشورهای دیگه چیه، کسی که مهاجرت کرده چه چیزی، چه فرهنگی در کوله پشتی خودش داره و چه عقبه‌ای داره که با خودش میبره جای دیگه. اینها موضوعات جذابیه که در قالب و چاشنی طنز گفته شده، روایت شده که شما ماجرای یک نویسنده رو که قصه واقعیش هست رو میشنوید و میخونید، ولی خب وقتی در کتاب رو ورق میزنی میخونی لابلای همه این ماجراها، ناخودآگاه جایش لبخند میاد رو لبت، جای میخندی، خنده های بامزه جذابی لابلای قصه هست و خب ماجرا از زاویه دید خوبی روایت شده، چون واقعی هم هست، خیلی به جون آدم میشینه. البته این کتاب تو ترجمه های جدیدش به اسم دیگه‌ای چاپ شده که البته خب اصل کتاب به زبان امریکایی و انگلیسی نوشته شده که در ایران ترجمه شده. درست نویسنده ایرانی مهاجرت کرده و در روایت کنه، اما به زبان انگلیسی کتاب نوشته شده و در خارج از ایران جوایز زیادی را هم برده و نامزد جوایزی هم شده. اصل کتاب فانی این فارسی هست که در ایران بعضی چاپ ها با مزه در فارسی هم چاپ شده، اما من خودم این عطر سنبل عطر کاج که عنوان یکی از قصه‌های کوتاه خود کتاب هم هست خیلی دوستش دارم، چون اون فضای آبادان رو به نوعی داره روایت میکنه، جالب و جذابه. توصیه میکنم کتاب بخونین، کتابی که قطعا در هنگام خوانشش لبخند رو لبتون میاد و کیف میکنید رو حتما توصیه میکنم بخونید. عطر سنبل عطر کاج، نوشته خانم فیروزه جزایری دوما به ترجمه آقای محمد سلیمان نیا و نشر محترم قصه ارادت.